ولی اگر رنگ قرمز ببینم این ویدیو تمومه. بریم داخل مانیتورم. بچه اسم کانالم همون شد، فقط نیستشو تغییر دادم. بچه هدفم توی این ویدیو پیدا کردن دایمنده. بچه هیچی بر نداشتم. ببین تو من هیچ کاری نکردم، یعنی میخوای خودم بکشم. ببینید جو فقط یه گوسفند کشم، عشقم کشید. این چیز قرمز فقط میدی رو به پایی یا همین سادی گرفتی میگی دیدیش. نارنجه دیگه خوشی بشه زنه. بچه باید زنه لبم در کنید، یا نمیتونم حرف بزنم. الان 4 نفر شدیم. خدا کنه که ایشالله 100,000 تایی بشیم، ایشالله 1000 تایی بشیم، ایشالله میلیونی بشیم، ایشالله ایشالله یه پیشی خفن داشته باشه همه پسرای عاشق گیم. ایشالله کل پیسی هاشون پر از گیم باشه، حتی که بیفته قرمز باشه. دیشب اساس آسمون آرا جانا. وای 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 وای، من این را نمیدم، مثلا اون را ندم. یه سرم بسیدی شوری بفاق ردستون ببینید باختیم. بچه من مارکرافت جوایدیشم بازی نمی کنم بگید تقلب کاری. به خدا من دارم مارکرافت بدراک بازی می کنم. مثلا اینا رو بشنشیم و میریم یکم سنگ میزنیم. لاشخورای من چطورید؟ شوخی میکنم با جدی نگیرید، شوخیه. بچه من خیلی ارادت دارم به یخ بستنی، دوربندوز، همو هیدر و فریوش شاخلاری. تا جایی که ویدیوی دو رو ببینید، من که اینجا تازه کارم، تازه بلده کارم، دارم تازه شروع میکنم گیم بزنم. اول اونا رو لایک کنید، بعد سابسکرایبشو کنید. چون ابو هیدر هر کاری که شما بگید کرد. رفت کلنگ گلزار آورد، رابرت داشاق آورد، ببین هر کاری کرد، ولی شما هنوز نمیشناسیدش. از نظر من بهترین یوتیوبر دوربندوز فریوش شاخلاری. بعد بچه فریوش شاخلاری چالش 365 روز تا قوی تر شدن فریوش شاخلاری هم درست کرده. نگید ترسید کشید کنار فلان بسان. من با ترکا ارادت دارم، خواهشم به ترکا توهین نکنید، چون خودم هم ترک زنجانم. هر کس که ترکه لایک کنه، سابسکرایب کنه، یه دونم قلب به نارنجی به افتخارم بس بذارید داخله. بس نارنجی نیست، بس هر رنگی که بهتر. اگر هستید لایک و سابسکرایب این ویدیو به 10 لایک و چی بود اسمش کامنت های این ویدیو مساوی بشه، شمارم رو لو میدم. ولی قاشق سری زنگ نزنید، حداقل لایک و سابسکرایب کنید. من که پول در بیارم و شما ویدیوهای باحال بگیرم. هی. من خودم طرفدارش بودم، خواهشم لایک کنید. اونا رو لایک کنید، نگاه من رو لایک کنید. من تو همه این امرالد شاخ شدی یا که با کلنگی سنگی نمیشه همه
کاری کردم اومدم دور بندازو کردم تایم صبح. آره میگی تقلب کاری. تقلب نیست، سبک زندگی به. میخوام مپ پارکور بسازم اگر لایک کنید. پارکورهای خفن داره. نبید تو علکی میکنه اونم پارکور با توفر. دیگه میخوای باز تقلب کنی توفرگر رو خودشونه بود. آقا شوخه میکنم من این فوش میدم و جدی نگیرید. شاید ادیت کنم، از کجا چه معلوم. وقت کنم ادیت میکنم ولی بعدیشه که وقت نمی کنم. تکلیف قدم حالمون زیاد میگه. بچه لایک و سابسکرایب های این ویدیو به 15 تا برسه و میگم اهل چه شهر یا کدوم کوچه کدوم شهر و کدوم ساخته بودم. من خواشا درزید داخل دلم خاطر و یه لحظه باشه زده بیبی زامبی تو برو عقب شومی برو عقب. هدفمون چی بود؟ اگر ببازم باید چیکار کنم؟ شماله‌مو لو بدم. بیاید بهتون بگم اینم از شمارم. فقط خواهش زیاد زنگ نزنید. اینم شماره. میگی شماره بده بنویس 0930 597 68 85. خداحافظ. درست گفتم حفظ کنید.